نام اثر: شبح زن مرداب. نویسنده: جلال لولیایی. گوینده: رها. بخش هفتم. صدای قطرات آبی که از ناودون کنار پنجره به چاله پر از آب جلوی کافه می‌ریخت، گوشم رو از صدایی شبیه صدای بلز پر کرد و من رو به خوابی عمیق فرو برد. البته فکر می‌کردم که خوابم، اما نبودم. با خودم حرف می‌زدم و پر بودم از گفتگوهای درونی. من برای خواسته هام بی نهایت تلاش کرده بودم، اما در آخر به این نتیجه رسیدم که قدرت تقدیر 1000 بار بیشتر از تمام تلاشی بود که در زندگیم کردم. اگر به عمق باورهای ذهنی و عقایدمون نفوذ کنیم، متوجه میشیم که تمام ایدئولوژی هایی که ساختیم بی ارزش و بی پایه و اساس بوده، چرا که اعتقادات ما بر مبنای طمع و نیازهای شخصی شکل گرفته. یاد استادی افتادم که وقتی تصمیم گرفت دانشگاه رو ترک کنه، به دانشجوهاش گفت: دانشجویان عزیزم، روزی که شما در کلاس من حاضر شدید، من درگیر پیدا کردن خودم بودم. شما از من جلوتر هستید، چون شما باور دارید که من عالم‌ترم و من باور دارم که شما جوینده تر هستید. شما می‌دانید چه می‌خواهید و اینجا چه می‌کنید. اما من تازه فهمیدم که نمی‌دانم چه می‌خواهم. ذهنم کاملاً باز بود و مشغول مرتب سازی معماهای جدید. دنیای ذهن واقعاً پیچیده و عجیبه. من در خدمت ذهنم بودم یا ذهنم در خدمت من بود؟ اصلاً این من کیه؟ هرچی ریشه های طبیعت باطنی یک مرد عمیق‌تر باشه، تجربیات گذشته را قدرتمندتر و هوشمندانه تر درک میکنه و از اونها به عنوان تجربه‌ای ماندگار و فراموش نشدنی استفاده میکنه. شاید همین تنها دلیلی باشه که انسان تنها موجودی است که میتونه بی دلیل بخنده و شاید هم تنها موجودی است که از شدت رنج مجبور به خلق خنده شده. چقدر به این دنیای کوچیک و ساده و مختصر نیاز داشتم. تازه میفهمم که انسان برای تنها زیستن یا باید شیطان باشه یا خدا. چه اتفاقی داشت میافتاد؟ آیا مغزم توان تحمل این افکار عمیق و اندیشه های فیلسوفانه رو داشت؟ ذهنم میمون شیطونی بود که به همه جا سرک میکشید و از باوری به باور دیگه، از اعتقادی به اعتقاد دیگه و از صحنه‌ای به صحنه دیگه میپرید. اینکه نمیتونستم این میمون بازیگوش رو کنترل کنم منو عصبانی میکرد. انسانی که از کنترل ذهن خودش عاجزه، چطور میتونه افکار و اندیشه های به اصطلاح سازندش رو در جهانی با میلیون ها ذهن پریشون بنیان گذاری کنه؟ سردردم بهتر شده بود، اما هجوم کلمات و اندیشه هایی که نمیدونستم از کجا سرازیر میشن من رو تا مرز جنون پیش برده بود. مثل مرغی بودم که تو قفس یک گنجشک گرفتار شده. سرم پر از صدا بود. شنیده بودم که مرد بزرگ
کسی است که ترس رو میشناسه و به اون غلبه میکنه. من ترس از ذهن رو خوب شناخته بودم، اما نمیدونم چرا هرگز نتونستم بهش غلبه کنم. با اینکه همیشه سعی کردم والاترین آرمانها رو در ذهنم دنبال کنم، اما به خاطر همین افکار و اندیشه های ناخواسته و حجب، آرمانهام هرگز به مرحله ظهور نرسید و همیشه در مرحله حضور باقی موند و به حسرتی تلخ و ابدی تبدیل شد. من به این نتیجه رسیده بودم که جهان پیرامون ما خالی از غایت و معناست و نسبت به تمامی باورها و اهداف ما بی‌اعتنا و در نهایت همه چیز مایا یا توهمه. حتی یه مورچه هم میتونه امیدوار باشه که له شدن و درد کشیدنش فقط مایاست. همیشه از اینکه چطور یه الاغ انقدر آروم و خونسرد فشار خروارها باری که به پشتش گذاشته شده رو تحمل میکنه متعجب و از چنین پذیرش عمیق و ژرفی شگفت زده میشدم. به نظر من الاغ‌ها به راز فرزانگی پی بردند و این جسارت رو دارند که ارعر کنان به دنیای مایا اعلام کنند فروتنی یعنی پذیرش چیزی که هستیم. حقیقت اینجاست که از الاغ فرزانه تر در تاریخ نیست. ولی آیا حقیقت چیزی است که باید ستوده شود یا نقد شود؟ احساس کردم رگ‌های مغزم متورم شدند. مغزم به بشکه باروتی تبدیل شده بود که هر لحظه احتمال داشت منفجر بشه. بارون تموم شده بود و با باز شدن در و صدای زنگوله‌ای که به در آویزون بود و ورود هوای تازه و صدای آشنا به خودم آمدم. شاید این صدای آشنا میتونست تا مدتی هر چند اندک جلوی انفجار مغزم رو بگیره. سلام استاد. صبح زیبای با تراوتتون بخیر. دیشب چطور بود؟ بارون زیبایی بارید نه؟ اونقدر زیبا که مطمئنم حسابی الهام گرفتین و بالاخره کتابتون رو به یه جاهای خوبی رسوندین. اذیت که نشدین؟ همه چیز رو به راه بود؟ همونطور که چشمامو بسته بودم گفتم سلام سرژیک عزیزم. شب باشکوهی بود. چشمامو باز کردم و به اطراف نگاه کردم. تمام صندلی‌ها مثل دیشب قبل از رفتن سرژیک برعکس روی میزها گذاشته شده بودند. پاکت سیگار سرژیک نه روی میز من بلکه روی کانتر بود، همون جای همیشگی خودش. برش داشتم. چیزی ازش کم نشده بود. حتی نو هم نبود وگرنه میگفتم صادق و فرانتس یه پاکت سیگار برای سرژیک به جبران سیگارایی که کشیده بودن گرفتن. حتی زیر سیگاری هم خالی سر جای خودش بود. یعنی من تمام اتفاقات دیشب رو خواب دیده بودم؟ نمیتونست خواب باشه. مطمئنم همه چیز واقعی بود. به سرژیک گفتم راستی دیشب مهمون داشتم. منتظر واکنش سرژیک بودم. همونطور که تخم مرغ‌ها رو توی یخچال میچید لبخند زد و گفت نویسنده ها هیچ وقت تنها نمیمونن. اما من دیشب تنها بودم. چند بار خواستم برگردم اینجا و با شما باشم ولی گفتم استاد ترجیح میده تنها باشه. استاد انگار هیچی نخوردین. دست به هیچی نزدین. معلومه انقدر مشغول نوشتن بودین که حتی چایی هم نخوردین.
سرژیک هم متوجه شده بود که به هیچی دست نخورده. یکی از تخم مرغا رو نشون داد و گفت دوست داریم براتون سوسیس تخم مرغ درست کنم؟ کاملا گیج بودم. برای اینکه خودم رو از اون وضعیت نجات بدم گفتم سرژیک، به نظرت اول مرغ بود یا تخم مرغ؟ سرژیک خنده کرد و گفت اول خروس بود. منم خندیدم و گفتم دست درد نکنه، میل ندارم، ولی اگه دیشب می اومدی می شدیم 4 نفر، یه دوره همی دوستانه. و هنوز حرفم تموم نشده بود که صدای زنگوله‌ای که سرژیک بالای در مغازه بسته بود توجهم رو جلب کرد. به در نگاه کردم. زنی زیبا و قد بلند با مانتوی خاکستری و روسری آبی خوشرنگ که کیف مشکی به ظاهر سنگینش رو روی شونش انداخته بود از در وارد شد. بوی عطر یاس مشامم رو پر کرد. عاشق بوی این عطر بودم. عطر شهینم درست همین بو رو میداد. اشک تو چشمام حلقه زد. نمیتونستم از اون زن چشم بردارم. همونطور که بهش خیره شده بودم بی اختیار سلام کردم. به طرف من برگشت. برق نگاهش میخکوبم کرد. لبخند ملیحی زد و گفت سلام استاد، امروز زود تشریف آوردین. مست نگاه و بوی عطرش بودم. لال بودم و نمیدونستم چی باید بگم. از طرفی این زن رو برای اولین بار میدیدم و از طرف دیگه احساس میکردم 1000 ساله که میشناسمش. از کلامش معلوم بود که اونم منو میشناسه. فقط لبخند زدم. نگاهش رو از من برداشت و به طرف سرژیک رفت و خوشوبش کوتاهی با سرژیک کرد. بعد یه گوشه نشست و کتاباشو از داخل کیفش در آورد و روی میز گذاشت. نمیتونستم ازش چشم بردارم. چیزی رو در من زنده میکرد که سالها دنبالش بودم. همون حال و هوای بودن با شهین و خاطراتی که با هم میساختیم. به بانو خیره شده بودم و نمیدونستم باید چی کار کنم که با برخورد دستی به شونم از جا پریدم. سرژیک سرش رو آروم پایین آورد و گفت استاد، عدسی میل دارید؟ به سرژیک نگاه کردم. لبخند زد و سرش رو به علامت تایید تکون داد. این حرکت سرژیک به هم جسارت بخشید و با صدای بلند گفتم راستش بانو، زود نیومدم. کل دیشب و اینجا بودم. بانو به من نگاه کرد و با تعجب پرسید واقعا؟ چه جالب. برای چی تنها اینجا موندید؟ البته ببخشید، شاید نباید سوال میکردم، اما خیلی برام جالب بود. من که از اشتیاق بانو برای ادامه صحبت هیجان زده شده بودم گفتم تنها نبودم، 2 مهمون داشتم. جاتون خالی، گپ و گفتمان جالبی داشتیم. بانو با همون لبخندی که از بدو ورود به لب داشت گفت چه عالی، خوشحالم که بهتون خوش گذشته. نگاهش رو از من گرفت و یکی از کتاب‌هایی که روی میز گذاشته بود و باز کرد و مشغول مطالعه شد. از همین مکالمه کوتاه و مختصر چنان به وجد اومده بودم که گرسنم شد. سرژیک عزیز، از عدسی دیروز چیزی باقی مونده؟ سرژیک از پشت یخچال سرش رو بیرون آورد و گفت برای شما همیشه نگه می‌دارم. الان براتون گرم می‌کنم. بعد رو به بانو کرد و گفت
شما هم مثل همیشه میل میکنید؟ بانو خیلی موقرانه گفت بله، ممنون میشم سرژیک عزیزم. آفتابی که به صورت بانو از پنجره کنار میز میتابید رنگ میشی زیبایی به چشمان بانو بخشیده بود و هماهنگی زیبایی با رنگ خرمایی موهاش داشت. انگار خورشید هم از این بانوی زیبا و دوست داشتنی سیر نمیشد. وقتی سرژیک یک کاسه عدسی داغ، نون و لیمو ترش تازه رو روی میز میذاشت، آروم بهش گفتم من این خانم رو نمیشناسم، اما انگار ایشون منو میشناسه. تا الان ندیدمشون. سرژیک با تعجب به من نگاه کرد و گفت چطور ممکنه ایشون رو ندیده باشید؟ این خانم همیشه اینجا میاد استاد. شاید چون معمولاً کافه شلوغه و شما همیشه مشغول نوشتن هستید متوجه ایشون نشدید. صداشو پایین تر آورد و سرشو به گوش من نزدیک تر کرد و ادامه داد ایشونم مثل شما به نوشتن علاقه زیادی داره. جالبتر این که ایشون دانشجوی ادبیات و به رمان و نمایشنامه‌ام خیلی علاقه‌منده. به اینجا که رسید سرژیک نگاهی دزدکی به بانو انداخت. انگار که میخواست مطمئن بشه که صداش شنیده نمیشه و بعد آرومتر از قبل گفت از من نشنیده بگیرید. این خانم خیلی درباره شما سوال میپرسه. راستش منم هیچ وقت جواب درستی بهش ندادم. پرسیدم چرا؟ فکر کردم شاید دوست نداشته باشید چیزی بگم. فکر کردم شاید بهتر باشه خودتون با هم صحبت کنید. همیشه فکر میکردم اگه قراره چیزی بدونه باید از زبون خودتون بشنوه. البته سرژیک مکث کرد و یکم این پا اون پا کرد و گفت استاد، میدونم هیچ کس جای همسر مرحومتون رو نمیگیره، ولی 3 سال گذشته و دیگه وقتش از این تنهایی در بیایید. من مطمئنم روح شهین خانم از اینکه شما رو اینطور ناراحت و افسرده میبینه در عذابه. سرژیک صداشو صاف کرد و گفت البته بی‌ادبی منو ببخشید استاد، اما به عنوان یه مرد با تجربه در حوزه شناخت بانوان باید بگم که نگاه این خانم به شما بیشتر از یه نگاه ساده است. سرژیک کمرش رو صاف کرد و با صدای معمولی و البته کمی بلند گفت استاد، اگه چیز دیگه نیاز داشتید بفرمایید براتون بیارم. بوی عدسی داغ و نون و لیمو ترش تازه کارت خورده همیشه اشتهامو تحریک میکرد. اما این بار دیگه دوست نداشتم تنها عدسی بخورم. از پشت میز بلند شدم و زیر نگاه‌های کنجکاو سرژیک به طرف بانو رفتم و خیلی مؤدبانه گفتم اینطور که فهمیدم شما هم عدسی دوست دارید. ممنون میشم اگه دعوت منو به عنوان یه دوست برای صرف یک کاسه عدسی داغ بپذیرید. انگار خودم نبودم. نمیدونستم اون همه جسارت رو از کجا آورده بودم. اصلا چرا همچین کاری کردم؟ به سرژیک نگاه کردم. چشمکی زد و با اشاره سر کارم رو تایید و خیالم رو راحت کرد. بانو که انگار اصلا منتظر چنین دعوتی بود گفت با کمال میل، فقط اگه اجازه بدین کتابامو جمع کنم و بعد بیام پیش شما. کمکش کردم کتاباشو جمع کرد و با هم اومدیم سر میز من. صندلی روبروی صندلی خودم رو عقب کشیدم و تعارف کردم که بشینه. تشکر کرد و نشست. همون موقع سرژیکم با 2 کاسه عدسی که یه شاخ گل سرخم کنار یکی از کاسه ها گذاشته بود پیداش شد.
اول به گل نگاه کردم و بعد به سرژیک. سرژیک که متوجه تعجب من شده بود رو به بانو کرد و گفت این گل سورپرایز استاد برای شماست. ایشون سفارش کردن گل رو کنار ظرف عدسیتون بذارن. از شیطنت‌های سرژیک خوشم میومد. دیده بودم با این دختر پسرای جوان که اینجا میان از این کارا میکنه، اما هیچ وقت فکر نمیکردم یه روزم همین کارو با من بکنه. سرژیک استاد فنگشویی و چیدمان وسایل بود، طوری که بیننده به هیچ عنوان احساس ناراحتی نمیکرد و انرژی هم بسته و ساکن نمیشد. ظروف، نون، لیمو، قاشق و نمکدون به صورت نیم دایره به شکلی چیده شده بود که اگر از بالای میز نگاه میکردی عدد 69 رو میدیدی. بانو نگاه ملیحی به من کرد و در حالی که گل رو بو میکرد گفت چرا نویسنده ها اینقدر احساساتی و لطیفن؟ بعد در حالی که هنوز گل رو تو دستاش نگه داشته بود ادامه داد به نظر من یه نویسنده مثل تصویرگریه که چنان زیبایی و شکوهی به کاغذ بیجان میبخشه که خواننده رو مسخ و از شراب تخیلات ناب سرمست میکنه. لبخند زدم و گفتم کلام شما مثل چشماتون هم زیباست و هم به یاد موندنی. به عکس روی میز نگاه کرد و پرسید همسرتون هستن؟ گفتم بله، همسر و الهام بخش همیشگی من شهین. با شنیدن این حرف چهره بانو عوض شد. نشاط چند لحظه قبل کاملا از بین رفت و غم روی صورتش پرده کشید. در حالی که سعی می‌کرد لرزش خفیف لب‌هاش رو پنهان کنه گفت چه زیبا، شما مثل آبشارید، در ظاهر خروشان و در عمق آرام. گل سرخی که تو دستاش بود و روی میز گذاشت و ادامه داد من همیشه به این کافه میام و معمولاً همون گوشه میشینم و مطالعه میکنم. گاهی از همون پنجره کناری به آدمای اون بیرون نگاه میکنم. نوع پوشش، طرز برخوردشون با هم و نوع راه رفتنشون. به اینجا که رسید از فرصت استفاده کردم و فوری گفتم البته گاهی هم منو زیر نظر میگیرید. خندیدم و در حالی که به دقت واکنشش رو زیر نظر داشتم مشغول هم زدن عدسی شدم. بانو خنده شیرینی کرد و با خجالت گفت وای بر من، راستش فکر میکردم انقدر باهوش هستم که جوری نگاه کنم که شما متوجه نشید. از چیزی که میشنیدم خیلی خوشحال بودم، اما سعی کردم خودم رو بی تفاوت نشون بدم و گفتم البته که متوجه شدم، فقط نمیدونم چرا یواشکی. البته خدای نکرده فکر نکنید دارم بازجویی میکنم. یه برش لیمو ترش تازه برداشتم و تمام هسته هاشو در آوردم و گفتم این هسته ها رو میکارم. وقتی رشد میکنن خیلی زیبا و خوش عطر میشن. یکم از آب لیمو رو روی عدسی ریختم و مشغول خوردن شدم. بانو همچنان به من نگاه میکرد. گفتم عدسیتون سرد شد. با لیمو و فلفل و نون امتحان کنید. عالی میشه. بانو قاشق رو برداشت و در حالی که عدسیش رو هم میزد گفت استاد شما منو یاد ایرج میندازید. با خنده گفتم منظورتون ایرج میرزاست؟ خندید و گفت نه، ایرج اسم همسرمه. وا رفتم. قاشق پر از عدسی توی دستم خشک شد. به چشماش خیره شده بودم. احساس بدی داشتم.
سنگینی نگاه سرژیک رو از دور احساس می‌کردم. انگار اونم به اندازه من شوکه شده بود. بانو بهت و تعجب منو نادیده گرفت و ادامه داد. ایرج نویسنده است. همیشه دوست داشت یه اثر ماندگار خلق کنه. راستش خیلی باهوشه و نگاه دقیقی داره. دیگه هیچ علاقه‌ای به خوردن عدسی نداشتم. به سرژیک نگاه کردم. منتظر واکنش من بود. دوباره سرم پر از هیاهو شد. اینکه شوهر داره پس چرا هر روز میاد اینجا اونم تنها؟ چرا منو زیر نظر داشته و چرا راجع به من از سرژیک سوال میکرده؟ آخر طاقت نیاوردم و با لحنی که سعی میکردم عادی به نظر برسه پرسیدم چرا تنها اینجا میاید؟ پس همسرتون کجاست؟ بعد از یه مکث طولانی گفت راستش ایرج چند ساله که تو بیمارستان بستریه. با خودم گفتم خدای من، این زن علیرغم صورت زیبا و مهربونش چقدر سنگدله. شوهر بیچاره تو بیمارستان، اون وقتی میاد اینجا از صبح میشینه منو تماشا میکنه. حتما ایرج بیچاره مردنی و خانم نیاز به سرگرمی جدید داره. احتمالا فقط نویسنده ها رو شکار میکنه. بعد معلوم نیست چه بلایی سرشون میاره و میره سراغ شکار بعدی. مرد بیچاره رو تخت بیمارستان داره جون میده، اون وقت این اومده اینجا با من عدسی میخوره. من چقدر احمق بودم که احساس کردم مثل شهین من پاک و دوست داشتنیه. پرسیدم سرطان داره؟ بانو آهی کشید و گفت نه، بیمار روحیه. من نمیخوام با این حرف و حوصلتون رو سر ببرم یا مزاحم اوقات قشنگ و زیباتون بشم. اصلا بهتر بود حرف نمیزدم و اینجا نمیومدم. دست پاچه و بیقرار بود. انگار از اینکه گفته بود شوهر داره پشیمون شده و از اینکه داشت با یه مرد غریبه صحبت میکرد معذب بود. دستاش لرزش خفیفی داشت و چشماش دیگه اون فروغ اول صبح نداشت. به صورتش دقیق شدم. خطوط عمیق کنار چشماش از درد و رنجی بزرگ خبر میداد و پف و سیاهی زیر چشماش نشون میداد شبها مثل ذهن من بیداره. برای یه لحظه چیزی رو در وجودش دیدم که تمام احساس خشم و عصبانیت و افکار سرزنش آمیزم از بین رفت. عشقی عمیق توأم با دردی بزرگ. همون چیزی که 3 سال تموم در فراق شهین در وجود من شعله می کشید و حالا به وضوح در وجود بانو می دیدم. بدون اینکه به درستی یا نادرستی کارم فکر کنم دستم رو روی دستش گذاشتم و گفتم نگران نباش. همه ما مشکلات و غم‌های بزرگی داریم. مطمئن باش شعله عشقی که تو قلبت زبونه میکشه تو رو به رهایی میرسونه. به چشمام نگاه کرد. یک قطره اشک از کنار بینی قلمیش سر خورد و روی گل سرخ روی میز افتاد. دستمو برداشتم و طوری که انگار هیچ اتفاق خاصی نیفتاده ادامه دادم. واقعا حیفه، غذای خوشمزه‌ایه. سرد میشه بخوریم. یه لیوان آب ریخت و تا ته سر کشید. بهترین روش برای اینکه جلوی گریت رو بگیری همین روشه. انگار آب بغض رو از تو گلوت بر میداره و میبره توی قلبت و برای همیشه اونجا نگهش میداره. شهینم همیشه وقتی گریهش میگرفت همین کارو میکرد. اما من نه. من معتقدم بغض رو باید رها کرد. چون اگه بره تو قلبت بشینه غم
برای همیشه مهمون دلت میشه. اما معلوم بود این بانو بغضای زیادی رو تو قلبش دفن کرده. خیلی منو یاد شهین مینداخت. گفتم هر وقت خواستین برای کسی حرف بزنید میتونید رو من حساب کنید. راستش خیلی دوست دارم داستان زندگیتون رو بدونم. البته اگه دوست داشته باشید تعریف کنید. با شنیدن این حرف غمی که تو نگاهش نشسته بود رنگ باخت و با خوشحالی گفت سالهاست که با کسی حرف نزدم. همیشه دوست داشتم زندگیمو برای یه نویسنده تعریف کنم. زندگی من خودش یک کتابه. خیلی خوشحالم که توفیق همصحبتی با شما رو دارم. باید اعتراف کنم همیشه دوست داشتم با شما صحبت کنم اما هیچ وقت فرصت نشد. راستش نمیدونم این حس از کجا میاد. فقط امیدوارم از اینکه صادقانه احساساتمو گفتم ناراحت نشده باشید و فکر نکنید که من دیگه ادامه نداد. سرژیک رفت و تابلوی تعطیل است رو به شیشه زد و از همونجا گفت امروز روز نظافته. مشتری بی مشتری. معرفت و مرام سرژیک رو دوست داشتم. همونطور که با بیمیلی به عدسی سرد شده نگاه میکردم گفتم من هیچ فکر بدی راجع به شما نمی کنم. من فقط غم شما رو کاملا درک میکنم. همین. لبخندی زد و گفت راستش استاد چیزی شگرف در درونم درست در مرکز وجودمه که نمیدونم چیه. در واقع در درونم یک خود بزرگ آروم نشسته و تنها و دلگیر از خود کوچکترم به من نگاه میکنه. من تنهایی خود بزرگم رو احساس میکنم. تنهایی بزرگی که از تحمل من خارجه. چشمهای بانو دوباره غرق اشک شد. کلماتش چقدر شبیه اندیشه های هرگز بیان نشده درونم بود. یه لیوان آب ریختم و بدون تعارف سر کشیدم و از سرژیک خواستم 2 بطری آب برامون بیاره و گفتم من گوش میکنم. تعریف کنید. پایان بخش 7.